سلام بروکس، خوش اومدید به کانال خودتون، کانال مانی کشبک. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم یه آموزش جدید بهتون بدم که خیلی کاربردیه و حتما تا آخر ویدیو رو نگاه کنید. این آموزش به درد کسایی میخوره که از گوشی قدیمی خودشون خسته شدن و میخوان گوشی جدیدی داشته باشن. پس تا آخر ویدیو رو نگاه کنید. بریم که با هم آموزش رو همونجوری که توی ویدیو گفته بودم قراره که توی این آموزش گوشیمون رو به یه گوشی جدید تبدیل کنیم. من الان گوشیم شیائمیه و میخوام اون رو به پیکسل تبدیل کنم، به گوشی گوگل پیکسل، و هر گوشی دیگه‌ای که داشته باشید میتونید این کار رو بکنید. برای این کار اول باید وارد گوگل پلیمون بشیم و این برنامه رو دانلود کنیم، برنامه نیاگارا لانچر. اینو منظورمه. بعد که دانلود کردید و نصب کردید برنامه رو اجرا میکنید. صبر میکنیم تا برنامه اجرا بشه. 2000 years later. اینجا به ما نشون میده که میگه گوشیتون رو از اون حالت خز و خیل میتونید به این حالت در بیارید. یه کلیک میکنید و بعد پذیرش و ادامه. اینجا میگه یه سری برنامه انتخاب کنید که شما، حالا من همینجوری میزنم، شما میتونید همین اول انتخاب کنید. اگر هم انتخاب نکردید مشکلی نداره، چون که بعدش میتونید دوباره انتخاب کنید. حالا من همینجوری یه چند تا برنامه رو میزنم. برنامه و اینجا گزینه دون رو میزنم. اینجا الان میگه تکمیل شد، ولی خب در واقع تکمیل نشده، چون که این اون چیزی نبود که ما میخواستیم. و الان این دکمه هوم گوشی رو که فشار بدیم برمیگردیم به تم گوشی خودمون. برای اینکه اینجوری نشه به لانچر برمیگردید و این گزینه اول رو که نوشته به لانچر خوش اومدید، آیا میخواید آن را به عنوان پیش‌فرض تنظیم کنید و انتخاب میکنید. و بعد اینجا از روی لانچر سیستم روی نیاگارا لانچر تنظیم میکنید. بعد از اینکه تنظیم کردید تم گوشیتون واقعا به نیاگارا تبدیل میشه و هرچی همین گوشی وسط رو که بزنید، این دکمه وسط رو که بزنید بر نمیگرده به هیچ عنوان. و اینجا هم 2-3 تا گزینه دیگه گفته که اینا رو هم همش رو فعال میکنید. اجازه رو میدید. اینجا به شما اخطار میده که اصلا اخطار مهمی هم نیست. 10 ثانیه صبر میکنید تا اخطار رد شه. بعد گزینه بعدیش دوباره این برای اینه که میگه برنامه هایتان را مرتب کنید، حالا پنهان کنید و اینا رو ول کنید، لغوش میکنیم. اینجا میگه با دست چپ اوکی رو میزنید. اینجا میگه چون من شیائمیه، گوشیم شیائمی اجازه این کارو میگه نمیده و اصلا مهم نیست. شما اینجا نادیده گرفتن رو که بزنید اون گزینه هم لغو میشه. و اینجا تم گوشیمون ما به گوگل پیکسل تکمیل شد. و وقتی که اسکرول کنیم به پایین یه 3 تا گزینه دیگه میبینیم و گزینه تنظیم نیاگارا رو انتخاب میکنیم. بعد از اینکه گزینه رو که انتخاب کردیم اینجا به بقیه ویژگی‌ها دسترسی پیدا میکنیم. مثلا تنظیم کردن تایمر یا ویجت ها، آب و هوا، حالا ساعت یا غیره، میتونید اینجا فعال کنید. اینجا هم که دوباره شکل صفحه اصلیتون رو میتونید انتخاب کنید، اندازه آیکوناتون رو انتخاب کنید، غیره، و رنگ زمینه و حالا فلان و از این جور چیزا. اینجا هم فونتتون رو میتونید استفاده کنید. حالا این دیگه بستگی به خودتون داره، هر کاری که دوست دارید رو میتونید انجام بدید. بعد نگاه کنید چقدر جالب شد دوستان. الان من طبق حروف الفبا درسته تو بعضی از اکثر گوشی‌ها میشد این کارو کرد که طبق حروف الفبا برنامه رو پیدا کنید، ولی توی این لانچر اینجوریه که وقتی دستمون نگه می‌داریم حروف اینجوری نمایش داده میشه و خیلی چیز جالبی است به نظر من. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. از آموزشی که دیدید امیدوارم خوشتون اومده باشه و به دردتون خورده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره و خدا نگهدار تا ویدیو بعدی. Thank you.